با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس، مخصوصا شما خواهران عزیز. امروز آمدم که آرایش کرونا رو بهتون یاد بدم. چطوره با آرایش کرونا؟ که کرونا رو که میدونین چیه؟ بیماری هست که از کشور کافرین اومده. نه دیگه، برادر چین کمونیست گفتن از کشور کافرین اومده و از بیت رهبری هم گفتن که مال اجنه مجنه هاست و اجنه و جن و اینجور چیزا مثل که ساختنش. ما با استقامت کامل میریم و با این اجنه ها میجنگیم و با این بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنیم. اما بدون آرایش مگه میشه جنگی؟ با اولین کاری که میکنیم خواهران، اب نداره که مالا رو ماسک صورت داریم داشته باشیم، ماسک صورت خود داشته باشیم. اولین کاری که میکنید خواهران، طبق معمول چیکار میکنید؟ میکاپ رو میزنید. فاوندیشن که میدونید چیه، همون اینو میزنید خود اینجا میمالید. خب حالا نصف صورت آرایش میکنید، چه عیبی داره؟ حالا بهتر سرپیجویی هم میشه، یه خود میمونه. این هست مال کشور کافرین کلینیک. میبینید دیگه رنگو؟ دیدید؟ اینجا رو میزنید یا خود اینجا رو میزنید یا خود اینجا رو میزنید. خب همین بسه. میخوایم بریم با اجنه بجنگیم. خب دیدید؟ خب خود بمالید دیگه. خب اینم که زدیم خوب شد. نه تغییر من میبینم، تغییر زیاد داره. بعد خواهران، وقتی که ما میخوایم بریم با اجنه بجنگیم، خطی چش که نمیتونیم یادمون بره. مگه میشه با اجنه بده خط چش جنگی؟ اینو میذارید اینجا، اینو همینجور کشیدی چیکار میکنید؟ میرید میگید اعوذ بالله من الشیطان. به چه جالب شد. این خط چش همجوری میذارید، میرید از اینجا شروع میکنید. خب ببینید الان که دیگه وضع خرابه، تنها چیزی که ما میتونیم نشون بدیم بیشتر چشمونه. تا میتونید این چه کار کنید؟ چشه رو بکشید و بره زیر این چادره. اصلا مرجعتون از زیر این روسریه باشه. این خطه رو بزنید بره زیر این روسریه. میبینید؟ وح کرونا که هیچی. این زیرم بکشید. ما همه سربازی توییم کرونا. دیدید؟ خب این که اچش صبر کنید. آره خواهران، حرکت دومی که باید انجام بدیم اینه که باید دل طلابان چینی رو به دست بیاریم. آره بالا. پس اولین کاری که میکنیم این چشمامون رو چیکار میکنیم؟ باید شهلا کنیم. چون میتونید باید چیکار کنید؟ از این رنگای سیاه هست بمالید. خب چون که ماسک صورت داریم، خب بقیه‌مون رو باید درست کنیم دیگه. نمیشه که پس چجوری میخواین دلمون طلابای چینی رو به دست بیارید؟ برادران چینی کمونیست هستن که طلاب شدن، کوسه هستن، دوتا ریش اینجا در میارن، دوتا ریش اینجا در میارن، یکی اینجا در میارن. آره دیگه. ببینید قشنگ اینجا رو بمالید. بعد چی میگید؟ اعوذ بالله من النیهاما اوها و عینی عرف رفان همسلو. اوکی دیدید؟ بعد چیکار میکنید خواهر؟ با همین براشی که داشتید باید یه خود کنترل کنید. میبینید؟ نه دیگه، ما کنترلینگ رو باید ادامه بدیم. کنترلینگ. آره این دماغتون رو چیکار کنید؟ باید برادران ببینن که این دماغ خیلی کوچولوه. خوبه دیگه نه؟ به اینجوری یادتون نره. آره نگران نباشید. اون خودتون دوتا کوسه، دوتا ریش اینجا، نگران نباشید. ما فقط میخوایم ارادت خود رو به برادران چین کمونیست، طلابان چینی نشون بدیم. اونو رو سرمون میذاریم. آره والا. آره خب اینم که از این. خب دیگه چیکار کنیم که دلشون رو ببریم؟
چشاره که ها. خب خواهران، بعد چه کار میکنیم؟ باید به کانتورینگمون ادامه بدیم که بگیم ما گونه داریم رو همین ماسکه. آره اینجا بمالید، میبینی؟ به به به. خیلی خوب شد. آره والا. تا اینجور بیا. اوکی، اینم که دیدی، اینم کانتورینگ که ادامه دادیم. میگم یه خود چی میگن؟ خب اینم کانتورینگ رو ادامه بدید. چتونه با دارم کلاس مجانی براتون گذاشتم که دل ببرید. اوکی خواهران، بعد چه کار میکنید؟ یه خودم باید اینجا قرمز کنیم خودمونه که این برادران چینی بر نگردن یه وقت برن چین و چینی مینی ها رو بگیرن ما رو نگیرن. اینجا میمالید. وای چه خوب شد. این نهضت ادامه دارد. ما استقامت داریم. مگه کسی میتونه جلوی ما رو بگیره؟ کرونا چی؟ مال اجنه هاست. ما این مریض اجنه ها رو تو دهنی بهش میزنیم. آره خب اینم که زدید دیگه. وای چه خوب شد. وای ما استقامت نشون میدیم. لباتونم رو همین پیدا میکنید دهنتونو. ماتیک میزنید. میبینید؟ بریزید. وای چه خوب شد. میدونم شما دل میبرید، نگران نباشید. نه دیگه دهنمون همون سایزی که دکتر ژل زده بود همون جوری باشه. آره حالا یه خودی که عجه کهله است خاله باش که باشه. حالا فکر کردی طلابای چینی حالا صاف و صوفن؟ دیدی خواهران؟ اینو میگن چی؟ اینو میگن میکاپ کرونا. استقامت خود رو نشان داده، دل برده، در مقابل کافرین ایستاده و با این بیماری که توسط اجنه ها بیماری که اجنه آقا خودشو گفتن این کار اجنه هاست. و چیکار میکنید خواهران وقتی که خواستید اینو پاک کنید؟ خب روغن بنفشه با یه خود پنبه نه تو ماتحتتون بکنید. آره که با این بیماری اجنه ها بتونه بجنگید. اما اونو باید در نیاری بیماری به صورتتون. یه پنبه دیگه بگیرید آغشته کنید به صورتتون رو پاک کنید یکم ماتحتتون که بتونید بجنگید. آره والا امیدوارم که خوشتون اومده باشه. وای چقدر زیبا شدم. این خاله این طلابا کجا هستن؟ والا اینجا صف کشیدن همه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه.